نفری گفته است که با شخصی که 2 یا 3 بار زنا میکنی و بعد او را با نکاح خود میدراری، نکاح درسته؟ وقتی که اکو زنا با زنی که زنا میکنی، خواه 1 باره، خواه 2 باره، خواه 10 باره، بعد از آن مقصد یکی الله مهربان بگیم دعا میکنی که خداوند توفیقم تی، توفیقت میتو از همین راه بدت میگردی. زیرا این راه بسیار راه بد است برادران عزیز. زیرا هر کسی که دست به زنا زند مشکلاتش در همینه که اولا بسیار زیانهای زیاده بر مالش و بر نزدیکاش می شود و بعدا بدی زنا در همینه که همین کاری را که در حق دیگران روا دیدی، همین را تو از فرزندات، از عائله خودت، ای فرزندات، ای دخترات، ای همون نزدیکات، همین کار حتما میبینی. برای همین بسیار یک کار زیشتی هست. برادرها و خواهرای عزیز، از این کار دست کشین. بسیار کار مشکلی هست، بسیار کار شرمندگی هست. این یک. دوم، وقتی که به سر یک خلاصه آمده که مقصد الله مهربان تا امروز من دست به این جنایت زدم، به این کار زیشت زدم، مرا ببخش، و همون زن وقتی که میخوای نکاح کده بگیری درسته، یعنی میتونی که نکاح کنی، بعد نکاح کردن بعد برای تو خواب و خیزی که با او میکنی همش حلال میشود، دیگر زنی بگیم نکاحی و زنی حلالی شما میشود. یعنی درسته که با او شما حتی اگر به شرط با او زنا هم کرده باشی، حامله دارم شده باشد، حتی حامله دارم شده باشد، مادام حملش نسبش معلومه، یعنی میدونی که از خودته، همون را در همون حالت حاملگیش اگر نکاح کنی و انا بگیریم درسته، یعنی در حالت حاملگیش هم نکاح هم درسته، هم خوابگیت هم درسته. فقط این فرزندی بگیم که انا حلالی حساب نمی شود. ایرا ولدی زنا میگن در مردم ما، یعنی در شأن همون فرزند یک عیبی را شما مقصد گذاشتین، لیکن وای فرزند است، وای حکم فرزندی دارد. پگه اگر مردی هم همین فرزندم با حق میراث بردن از تو داره. همین فرزندی که اگر چنده که بینیکا در بطن مادرش پیدا شده است. لیکن اگر با یک صورت دیگر، اگر یک مرد یک زنی را میبیند که حامله داره یا انا، لیکن نسبش معلوم نیست ای کیه، یک نفر میخواد که همون را نکاح کنه بگیره، نکاحش درسته یا، لیکن تا تولد کردن اون فرزند همخوابگی نادرسته با او.